بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا. با عرض سلام و ادب. رحیم رفعت هستم، محصل سال چهارم پانزه ادبیات انگلیسی. به نام نامی معشوق مولانا. سرزمینی که مولانای بزرگ قدم به جهان هستی گذاشت بلخ بامی بود. ماندگارترین لحظات زندگی مولانا از همان قضای زمان که راهی مهاجرت همراه با عیالشان گردید شروع می شود. چون سیالها و امواجهای پرتلاطم زندگی درسهای خوبی را برای مولانا میداد، از بلخ تا بغداد، مکه و ترکیه سرزمین‌های متفاوتی که مولانا را به پختگی و آشنایی می‌رساند. قنیه زادگاه معنوی مولانا اوج و فرزانگی این بزرگ را شکل داده و مولانا را در این سرای هستی بخش روح و معنی حقیقی زندگی میداد. گمگشتگان همدیگر را یافته بودند. شمس تبریزی شمس معنوی وجود مولانا شد و او را دیگر از پیکر جان و تعلقات دنیوی جدا نمود و به معنویت و به سرچشمه اصلی ملحق نمود که مولانا میگوید مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و دولت پاینده شدم. این قسمت از حرفهای مولانا بیشتر برایم امید و توانبخشی می آفریند. یعنی با مولانا می توان به اصل پیوست و سبوکبال به قله های مقصود بال زد و عاشق شد. عاشق از معشوق خود پرسید که خود را دوست‌تر می‌داری یا مرا؟ گفت من از خود مرده و به تو زنده ام. از خود و صفات خود نیست گشته و به تو هست شده. اگر خود را دوست داشتم یعنی تو را دوست داشتم. تشکر.